اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه امروز 5 می موضوع زیرین تقدیمتان می شود. روزنامه‌نگاران توجیک در نشستی مربوط به آزادی بیان در دوشنبه گفتند دسترسی به معلومات مشکل تر شده است. اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. نزدیکان امرالدین علوتشویف به سالهای طولانی زندان محکوم شدن او را سنگین خوانده بازبینی حکم را طلب کردند. وقتی در روی خط افرادی برای مقامات ناخوشایند جای می‌دهند، به گفته حامیان حقوق، نه تنها برای مخالفان حکومت تاجیکستان بلکه برای نزدیکان آنها نیز در وطن پیدا کردن جای کار مشکل است. مهم تو بوده تنقید کرده باشید. روزنامه‌نگاران و دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا با برگزاری یک نشست مسئله آزادی بیان در تاجیکستان را بررسی کردند. در این همایش که به مناسبت روز بین‌المللی آزادی بیان دایر شد، روزنامه‌نگاران توجیک از مشکل‌تر گشتن کارشان در تاجیکستان نگرانی کردند. مسئولین برعکس گفتند تمامی زمینه‌ها برای تامین آزادی بیان در کشور موجود است. همکارانم مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله در این نشست شرکت کرده این گزارش را فرستادند. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیستان پراودا در یکی از گرانترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سالهای گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بالا رفته از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند. به نظر من یگان چیز تغییر نیافت. به هر حال من حس نکردم که یگان برتری شد. ما حس نکردیم و راستی گپ از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ میزدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان 10 زینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان در جمهوری برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. نمایندگان مقامات به این نشست آمدند اما تا آخر نایستادند تا به این نگرانی ها پاسخ بدهند. بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در سامانه رادیو آزادی جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنم. من برنامه را ادامه میدهم. شاعر معروف توجیک میرسید میرشکر 6 می 110 ساله می شود. دوستداران ادبیات میرسید میرشکر را در ردیف ادیبان مشهور به مثل ابوالقاسم لاهوتی و میرزا ترسونزاده و سوتیم اولوغزاده و باقی رحیمزاده شاعری شیرین سخن و محبوب میدانند. برای یوسفی و اسکندر فیروز درباره زندگی نامه و ایجادیات این ادیب شناخته فیلم مستند تهیه کردند. گمان نکنید که من خرد هستم. انا میبینید جاروب در دستم. با این جاروبم حولی میروبم. با چنین آرزو چند نسل مردم تاجیکستان شوروی به وایه رسیدند. این شعر هنوز هم در یاد آنهاست. مؤلف آن میرسید میرشکر ادیب معروف تاجیک است. استاد میرشکر رو پایه‌گذاری ادبیات کسبی بچگانه تاجیک
حساب کردن ممکن است. یک رویه یک مکتب تاسیس یافت، مثلا در برابر نثر، نظم، دراماتورگی، ادبیات بچگانه یک شاخه مخصوصی ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود که استاد میرشکر پایه‌گذار این ساحه هستند. کارنامه میرسعید میرشکر در سالهای 30 قرن 20 از روزنامه‌نگاری سر شده است. خبرنگاری کمسمولی تاجیکستان بود و دیرتر نشریه‌های ضربدار وخش و وصیت لنین را سروری کرد. دوستان گرامی، فیلم مستند راجع به شاعر معروف توجیک میرسعید میرشکر به همین زودی‌ها در وبسایت ما و هم آزادی ویدیو گذاشته می شود. رو می‌روم به موضوعهای دیگر. نزدیکان امرالدین علوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان ولایت مختار کوهستانی بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علوتشویف روز 5 می به رادیو آزادی گفت که عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم او 29 اپریل پس درهای بسته اعلان گردید. مقامات تا حال تفصیلات ندادند، اما خبرنگاران رادیوی آزادی جزئیات پرونده امرالدین علوتشویف را یافتند. حالا همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو است و از اون میپرسیم که تو این دم چی به دست آمد؟ بله، کندوکاوی ما نشان داد که مقامات امرالدین علوتشویف را بر اساس 5 ماده کودکس جنایی ایبدار کردند. اینها 1. گروگانگیری، 2. غصب بنا و انشاءات، 3. تشکیل اتحاد جنایی، 4. برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و 5. تشکیل اتحاد اکستریمیستی هستند. بر اساس اطلاع یافته رادیوی آزادی یک دلیل اساسی بر ضد امرالدین علوتشویف به واقعه‌های سال 2018 یعنی 4 سال پیش در ولایت بدخشان ربط داشته است. به گفته یک منبع آگاه، علوتشویف را به آن گناهکار کردند که سال 2018 گویا به حجره کاری شادیخان جمشید رئیس پیشین ولایت بدخشان وارد شده خود او را گروگان گرفته حجره‌اش را خراب کردند، ولی نزدیکانش این را بی اساس می‌دانند. دلیل دیگری که مقامات یک نوشته در شبکه اجتماعی فیسبوک با پشتیبانی از اعتراضگران ماه نوامبر در بدخشان و خارج از آن نشر شده است او را ایبدار کردند. یکی از اون پیوندانش میگد که این صحیفه از امرالدین علوتشویف نبوده است. همچنین علوتشویف را به واقعه‌های لطکوب یاوری دادستان ناحیه رشقلعه گناهکار کردند که گویا همراه با گلبدین زیابکوف و زادگان دیگری نهایت یک گروه جنایی تشکیل کردند. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال گذشته در جریان عملیات مقامات در دهه تودیم ناحیه رشقلعه کشته شده بود. خب در روز اعلان حکم علوتشویف گفته بودند که پیوندانش به تالار مرافعه راه نیافتند. بعضی از صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علوتشویف در مرافعه بودند. خب در اصل چی گذشته است؟ 2 منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علوتشویف تنها در لحظه آخری مرافعه به تالار راه داده شدند، نه اینکه از اول در آنجا حضور داشتند. بررسی قضیه علوتشویف در بینای بازداشتگاه موقتی یا سیزا گذشته و وارد شدن به آن مشکل است. معلوم است که به مرافعه خبرنگاران هم راه داده نشدند و تصدیق ادعای طرفها خیلی سخت است. ولی همانطور که گفتید در یک صحیفه نزدیک به مقامات ادعا شده است که مرافعه را خویشاوندان از جمله خواهر و عمک امرالدین علوتشویف و 2 وکیل مدافع نظارت داشتند. همسر امرالدین علوتشویف که در روسیه قرار دارد در صحبت تلفنی گفت که از بس که شوهرش گناه نداشت و پرونده شفاف نبود محاکمه را پس درهای بسته گذرانده، بسیاری ها را به آن راه ندادند. بعضی خبرهای است که گویا خانه علوتشویف را در مرکز ناحیه رشقلعه ویران کردند. در این مورد تفصیلاتی هست یا نه؟ بله شلا، در این باره خودی نزدیکان امرالدین علوتشویف شکایت کردند، از جمله برادرش بختیار علوتشویف و همسرش صافیه منیمشایوه. در صحبت تلفنی به ما گفت که خانه 2 آشیانه آنها آخری ماه مارس امسال ویران کرده شده است و آن را غیر قانونی و ناعادلانه نامید. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه رشقلعه تا این لحظه بی‌نتیجه است. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی مقامات دلیل آوردند که خانه علوتشویف در حدود یک مکتب ناحیه رشقلعه جای داشت و یک مسئول اداری زمینسازی همین ناحیه آن را غیر قانونی فروخته باشد. فهمو تشکر برای صحبتی با تفصیل.
دهها حقوقشناس، حامیان حقوق، عالمان و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به دلیل به اصطلاح در روی خط نامطلوب مقامات توجیک قرار داشتنشان نمیتوانند جای کار پیدا کنند. این چگونه روی خط است؟ کی و برای چی به آن داخل شده است؟ و مهمتر از همه این افراد چگونه زندگی میکنند؟ همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریم با چند از این نفرانی برای مقامات ناخوشایند صحبت داشتند. صدها مقاله علمی نشر شده در 10 کشورهای جهان، 13 монография و کتاب‌های درسی. دکتر علمی حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که رسانه‌های محلی آن را آخرین تشکیلات سیاسی واقعا مخالف حکومت مینامند، نتیجه فعالیت چندین ساله خود را نشان می‌دهد. با وجود این همه دستاوردها، شاکر جان حکیمов در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی کشور به کار قبول نمی‌شود. حتی صاحبکاران خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی او را به کار قبول نمی‌کنند. در هماهنگی با رهبریت سیاسی به همه مکتب‌های عالی کشور از جمله به اکادمی علم‌ها کدام یک دستور فرستاده شده است. وقتی ما مراجعت می‌کنیم در اول مثل اینکه برای به کار قبول کردن و همکاری نمودن اجازت می‌دهند، ولی پس از مدت آنها اشاره می‌کنند که مصاحبه‌ها، سخنرانی و یا سفر داشتن من به جای برایشان مشکل آفریده است. یعنی این از آن گواهی می‌دهد که مقامات یک پرینسیپ دارند: هر کی با ما نیست ضد ماست. با قول روزنامه‌نگار عزیز نقیبزاد، او نیز به اصطلاح به روی خط سیاهی مقامات شامل است. ژورنالیست سالهای فعالیتش در نشریه مستقل آزادگان درباره ساختارهای مختلف قدرتی تاجیکستان صدها مقاله انتقادی نشر کرده است. روزنامه‌نگار پس از بسته شدن این خبرگزاری نه از روی اختصاص و نه در دیگر بخش‌ها جای کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد که به تجارت خرد مشغول شود تا خود و خانواده‌اش را تامین کند. فرق نمی‌کند تو ژورنالیست هستی یا کی حقوق شناس هستی، مهم تو بار تنقید کرده باشی. وکیل دفاع شهرت قدرتوف برای فعالیت‌های حقوق بشر و ادوکاتیش تقریباً 4 سال را در زندان سپری کرد. او سال 2018 به آزادی برآمد. سازمان دیدبان حقوق بشر پرونده ضد قدرتوف را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. حقوق شناسی ورزیده بعد آزاد شدنش در وطن کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد به روسیه هجرت نماید. چرا من به مقامات ناخوشایند شدم؟ پیش از همه این فعالیت کسبی من همچون حقوق شناس است، چون آن زمان من به حمایت افراد پرداختم که به حکومت پسند نبودند. به عباره دیگر من از شخصان دفاع می کردم که با سببهای سیاسی نسبتشان پرونده جنایی باز شده بود. من کارم را صافدلانه و پاک وجدانانه انجام دادم و این به مقامات تفتیشاتی که این پرونده های جنایی را پیش می بردند خوش نآمد. استیو سوردلوف حامی حقوق بشر میگوید امکان پیدا نکردن جای کار تنها یکی از اصولهای تاثیررسانی و در اصل از کشور بیرون انداختن آن نفرانی است که به خود هر گونه انتقاد یا مخالفت با سیاست دوشنبه رسمی را اجازت میدهند. سوردلوف اطمینان میدهد که در تاجیکستان صدها محبوس سیاسی به سر میبرند و 10 نفر به دلیل تعقیب مجبور به ترک کشور شدند. این یکی از اصولهای خاموش کردن صداهای انتقادی محو کردن مخالفان است. در نهایت از بین بردن زیایان قشری میانه. این در واقع یک نوع فشار آوردن است. یک زنگ خدمات مخصوص و اشاره آنها به کاردهنده کافی است که این مرد و یا این زن که مقامات را تنقید میکند ناخوشایند است. البته این اصول بازمانده از زمان استالین می باشد. با تاکید استیو سوردلوف مبارزه بردن با دیگراندیشان به مقامات تاجیکستان پیامدهای خوب ندارد. او اظهار امیدواری میکند که در دوشنبه به درک این مسئله میروند و برای اصلاح خسارات وارده به کشور با حامیان حقوق بشر وارد مکالمه خواهند شد. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش به پایان میبریم. تشکر میگویم که تا آخر برنامه ما رو همراه بودید و شما امکان دارید چون همیشه خبر گزارش‌های روز رو در وبسایت ما زیر نشانی www.azadi.org و هم شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا کنید. فراموش نکنید که فردا ما شما رو در برنامه‌های منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشید.